دوستان ما داریم میریم قش، صفا سیتی، اصفهان. نه اومدن تو بیا شال رو سرم نبود یه بار دیگه از اول. چه ما سوار شدیم، خوابمون میاد، کیانا بهمون قرص داده همه داره خوابشون تو نخوردی انشالله که میرسیم. چقدر دیگه میرسیم؟ تازه حرکت کردیم یعنی ترشیجات میخوریم. ترشیجات میخوریم، حالمون داره بد میشه. چی ترشیجات با چه کشتی کروز، کشتی جالب، خیلی جالب، خیلی جالب بود. دوستان عزیز رسیدیم، بریم خرید کنیم. ما رسیدیم قش، قرار بریم وسیله های شام بگیریم. مینا قراره برامون پخت و پز کنه میشم. چی بپزم کنم؟ بازی دو ماه هواتونه میزن دادم. بله بریم خرید کنیم، بعدش پیاز بخریم. باز نمیخواد پاس فقط هم از خودشون. نه آره دیگه. مریم ماندگار در حال میخواد برامون صبحونه درست کنه. هنگ کرد. مینا بلاک تو بلاگه، اصلا دوم دستاز داره میکنه. بلاک تو بلاک. به آرزوت رسیدی نه؟ بله سوار شید دوستان بریم. خیلی خوشمزه. توشی همه با سوار وانت هستیم. خودت کیفش کن. الهی بگم من بریم. چقدر دیگه تا تب داریم؟ یه نیم ساعت دیگه تا تب داریم. کیفش من مایحتاج سفر توی این مسواکش هم هست. سلام بر روشنایی، سلام بر زهرایی که خیلی بچه ما رسیدیم. باز میشه؟ بفرمایید برو چراغ خاموشه. بچه همون که ندید بدیدن چیز خاصی نیست. خیلی خوشگله. اینجا افتتاح کنیم، پیره باز کنیم. واو قیافه مریم فقط. خانما یکم یواشتر لطفا. جان اتاق خب آقا ما دیشب غذا رو که اومدیم درست کنیم گاز تموم شد. من داشتم پاستا رو درست می‌کردم، آقای تا اومد این گاز رو بس کرد و اینا. به هر حال به سختی شامو خوردیم، یه خورده حرف زدیم، بازی کردیم، رقصیدیم، پریدیم تو آب، کلی آب تنی کردیم و بعد خواب خیلی خسته بودم. بعد صبح پا شدیم، صبحونه درست کردیم. هم شبش قشنگ اقامتگاه، هم روزش خیلی خوشگله. عکسامون رو گرفتیم، باز من اومدم یه سفر مثلا یکم استراحت کنم. باز اینجا هم تولید محتوا کردیم، یعنی اینجا هم کار منو ول نکرد. باز من پریدم توی آب چون که واقعا یه وقت بود که نرفته بودم استخر و دلم تنگ شده بود برای آب. شنا و اینا فکر کنم یه آدم درست نبود، همینجوری فقط پریدم و دست رو زدم و اینا، ولی خلاصه خیلی خوش گذشت. الانم دیگه کم کم باید جمع کنیم چون تایم نداریم واقعا. ما یه روزه اومده بودیم از بندر، اومدیم استراحت کنیم و بریم دیگه و الانم حدودا یه ساعت دیگه باید اینجا رو تحویل بدیم. ولی در کل اقامتگاه خوب، ما اقامتگاه کلات تو قش بودیم توی تب و اگر که بخوام بگم احتمالا دوباره شاید انتخابش بکنم، اما دوستم اقامت‌های دیگه هم امتحان بکنم، دوستم جای دیگه هم امتحان کنم ببینم چه جوریه.
در حال هم تمیز بود، هم استخرش خوب بود، همه چیش اوکی. ولی بخش آشپزخونه و آشپزیشو چون من خودم انجام دادم انتظار داشتم که مثلا یه خورده بهتر باشه. مثلا شما اگه آشپزی گروهی بخواید انجام بدید خب شاید اقامتگاه دیگه باشن که آشپزخونه‌هاشون بزرگتر یا امکاناتش خیلی بیشتر باشه، ولی اتاق‌ها و خوابش و همه اینا خیلی اوکی بود که هر اتاق مسترم داشت. خب نمیدونم همه اقامتگاه اینجوری یا نه. من اولین باره که میام اقامتگاه این شکلی توی قش، ولی این یکی خیلی خوبه. روم تور ویلا تور. سلام از روز دوم. درمونه همونطور که می‌بینید الهام گرفته از یوسف پیامبر. جا خیلی شیک و قدیمی مثل برده‌های باستان. اینجا دوشمونه، دوشو بگیر خانم. هم باز کن. ما ازش استفاده کردیم ولی خب حالا اونا نیافتن. شیمنگاهی که سگ توش نمیشینه چون هوا خیلی گرمه. این آفتاب مستقیم به حال نمیشه. یه موش گردون گذاشتن اینجا به درد نمیخوره. فقط شب اینا روشن میکنن آفتاب میگیرن مردم که ما این کارو نکردیم حقیقتا. چون آفتاب بودیم که گرفت آفتاب. آره. نشنگاه دیگه که فقط قشنگ بود. این موده. خوب اسمشون رو می‌نویسن اینجا تو هم اقامتگاه اینا یه ترنده. نه؟ استخر رو نمیخوای معرفی؟ استخر ما از دیشب بنده منو بگو. ما از دیشب تو آبیم به شخصه، یعنی من فقط تو آب بودم. اینا تو نبودن خیلی خوش گذشت. بعد مدت‌ها شنا کردم کم کدر شده به بزرگی خودتون ببرید. اتاق منه. خب از اینجا باز میشه اتاقم؟ نه باز نمیشین از اینجا. ولی نورگیرش خیلی خوب بود. بهترین اتاق من برداشتم. مرسی. اونا نقطه نمیتونشون بریم. این میزه خیلی کار بود دیگه. خب ما صبحونه اینجا نشستیم بخوریم، شام اینجا خوردیم. خیلی چسبید هوا خنک. اتاقمو دیدن. روم تور اتاق مینا. سینماتیک داشتی میگرفتی نه باشه اینجا سرویس بهداشتی نشونتو بدم. سرویس بهداشتی مینا، سرویس بهداشتی میناست دوستان. به هر حال روم تور باید کامل باشه. این هم از ویلای ما دیگه داریم میریم.